شده حس کنی یه نفر کنترل مغزتو به دست گرفته. صبح که بیدار میشی اولین فکرته، شب که میخوابی آخرین فکرت. این اتفاقی نیست، این نتیجه یه سری کدهای مخفی توی روانشناسی. امروز نمیخوام نصیحتت کنم، میخوام 5 تا از خطرناکترین ابزارهای روانشناسی دارک رو بهت بدم که اگر روی کسی اجرا کنی راه برگشتی براش نمیمونه. هشدار میدم این اطلاعات رو فقط برای دفاع یاد بگیر، چون اثراتش روی مغز تقریباً پاک نشدنیه. تکنیک اول، پیدا کردن حفره خالی وجودش. ببین هر آدمی یک کمبودی داره. یکی حس میکنه زشته، یکی حس میکنه کسی حرفاشو نمیفهمه. تو باید دقیقاً دست بذاری روی همون نقطه ضعف. اگه حس میکنه بامزه نیست، به بیمزه ترین جوکهاش جوری بخند که انگار چارلی چاپلینه. تو با این کار مغزش رو پر از دوپامین میکنی. اون معتاد حس خوب بودن پیش تو میشه. ولی این تازه اول بازیه. اگه همینجوری ادامه بدی تبدیل میشی به یه آدم دم دستی و آویزون. پس باید چیکار کرد؟ تکنیک دوم، آینه جادویی. بزرگترین اشتباه مردم اینه که توی قرار اول همش از خودشون تعریف میکنن. من اینجا فلان کارو کردم، من اونجا فلان کارو کردم. این یعنی ضعف. توی روانشناسی دارک تو نباید حرف بزنی، تو باید بازتاب بدی. سکوت کن و بذار اون تصویر ایدئالی که توی ذهنش داره رو روی تو ببینه. هرچی کمتر از خودت بگی اون تو رو مرموزتر میبینه. ولی یه خطر بزرگ هست. اگه زیادی ساکت باشی فکر میکنه یخی یا اینکه خنگی. پس باید چیکار کرد؟ تکنیک توتی سخنگو. فقط کافیه 3 کلمه آخر حرفاشو با لحن سوالی تکرار کنی. اینطوری حس میکنه تو بهترین شنونده دنیایی بدون اینکه حتی نظر خودت رو لو داده باشی. و اما تکنیک سوم، شوک سرد. الان اون تو رو میپرسته. وقتشه که زمین رو زیر پاش خالی کنی. یهو در دسترس نباش، سین کن و جواب نده. بذار اون دوپامینی که بهش دادی یهو قطع بشه. این کار باعث میشه مغزش وحشت کنه که نکنه اشتباهی کردم. این ترس از دست دادن ارزش تو رو 10 برابر میکنه. تکنیک 4، حالا که ترسیده میاد پیشت درد و دل میکنه. اینجا تکنیک 4 شروع میشه، جمع آوری مهمات. هر رازی که اون بهت میگه یه گلوله است که میده دست تو با مهربونی گوش میدی، اما اینا رو میذاری توی گاف صندوق. روزی که بخواد بره ناخودآگاه میفهمه که گروگان توه، چون فقط تویی که حقیقت تاریکش رو میدونی. تکنیک 5 و ضربه آخر، سراب آینده. بهش قولی بده که فقط در صورت موندن با تو محقق میشه. نه قول فردا، قول 5 سال دیگه. آخ چقدر دلم میخواد این تابستون با هم بریم اینجا. تو داری یه طنابی میندازی گردنش که انتهای اون طناب دست توه. با این 5 مرحله اون آدم زندانی ذهن تو میشه. شاید بپرسی چرا اینا رو گفتی؟ چون ممکنه همین الان یکی داره اینا رو روی تو پیاده میکنه. توی ویدیوی بعدی بهت یاد میدم چطور ذهن طرف مقابل رو هک کنی و فرار کنی. سابسکرایب کن که قربانی نباشی.